سایت دفاع امنیت آسیا مدعی شد طرح 6 میلیارد یورویی ایران به روسیه برای خرید 48 جنگنده چند منظوره سوخو 35 ارائه شده است. بر اساس ادعای سایت دفاع امنیت آسیا، این خرید تاریخی ایران از روسیه می تواند به طور چشمگیری موازنه قدرت هوایی در خاورمیانه را تغییر دهد. بر اساس نوشته این سایت، تهران و مسکو یک قرارداد بزرگ خرید جنگنده چند منظوره سوخو 35 منعقد کردند که می تواند نیروی هوایی ایران را به یکی از قدرتمندترین نیروهای منطقه تبدیل کند. طبق ادعای این سایت، محقق شدن چنین قرارداد عظیمی نشان دهنده یک نظم جهانی در حال تغییر است که در آن مسکو و تهران در حال تحکیم همکاری دفاعی با هدف ایجاد موازنه در برابر سلطه هوایی غرب در سراسر اوراسیا و خاورمیانه هستند. چرا سوخو 35 برای ایران یک تغییر دهنده بازی است؟ سوخو 35 یکی از توانمندترین جنگنده‌های نسل چهارم روسیه است که می‌تواند اهداف هوایی را در برد بیش از 350 کیلومتر شناسایی کرده تا 30 هدف را به طور همزمان ردیابی کند و 8 هدف را به طور همزمان درگیر کند. جنگنده سوخو 35 که به ابرمانورپذیری مجهز است، می‌تواند در نبرد نزدیک از اکثر جنگنده‌های غربی پیشی بگیرد. برای ایران ادغام 48 فروند سوخو 35 می‌تواند 2 اسکادران عملیاتی کامل به همراه هواپیماهای آموزشی و ذخیره ایجاد کند که به طور چشمگیری برتری هوایی و قابلیت‌های بازدارندگی دوربرد را افزایش می‌دهد.